صلاح الدین ربانی برنده میدان است. به نام خدا و با درود سلام. یک بار دیگر خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال اسمارت استارز. امید تا آخر ویدیو ما را دنبال نموده کانال ما را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار دهید. صلاح الدین ربانی برنده میدان است به 4 دلیل. احمدضیا مسعود عجب مسائل را عنوان می کند. مثلا می گوید که دولت غنی از نام حزب بزرگ و با نفوذ است، مانند جمعیت اسلامی به نفع چند نفر انشعابی کنگره برگزار می کند. یک حزب اگر واقعا بزرگ، زنده و حاضر در میدان باشد، یک گروپ 3 نفره بی ریشه 2 پاسپورت می تواند با راه اندازی یک کنگره انقلابی سرنوشتش را در دست بگیرد. چون این چیز در کجای دنیا به این شکل اتفاق افتاده است؟ جمعیت از بس که در فراموشی افتاد و کسی ورقش را بالا نکرد، روی ملاحظات روزمره سیاسی و شخصی در دست آدم‌های افتاد که اول همانها پوست جمعیت را از تنش کنده بودند. به نظر من اگر صلاح الدین واقعا به خود تکان دهد، قباله سازان جدید برای جمعیت را با نیرومندی میتواند در گوشه رنگ رقابت گیر بیندازد و حتی از صحنه خارج کرده و در گوال بدنامی و انزوا پرتاب کند. 3 دلیل دارم. یک شعار مسئولانه و سنجیده شده ای را که تا اکنون در ضدیت با تمامیت خواهی، انحصار و تمرکزگرایی از نوع شاهنشینی های کوچک قرن 19 مدرک کرده، با قاطعیت و الزامات علمی همانند فرهنگ جدید سیاسی حفظ کند. 2 نسل آگاه و نو جمعیت دنبال قانون عبدالله و طه نمی رود. 3 جمعیت تحت رهبری صلاح الدین از حمایت‌های راهبردی ایران و پاکستان بهره‌مند است. 4 فوری با احمد مسعود جبهه مشترک سیاسی و نظامی تشکیل دهد، چیزی که کم دارد برای فعلا قدرت اراده است. با اظهار امتنان تا آخر ویدیو ما را دنبال نمودید. اگر میخواهید از تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آگاه شوید، پس لطف نموده کانال ما را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار دهید. تا ویدیوهای بعد، الله حافظ و نگهدار شما.